دوستان عزیز از هر یک کدام شما خواهش میکنم همین ویدیو را با دقت تا آخر گوش کنید و التماس خواهش میکنم که به خاطر خدا، به خاطر مردم غریب، به خاطر مادران همین ویدیو را پهن کنید. اهم لایک کامنتر ته هیچ فایده نمیشه، به خاطر که اگر شما که بجخش باید فایده به مسلمانان میشه. همون یا سوم دوست میگه اگر همون پرسموت را منم کار میکنم زاتو چقدر مسلمان زنهای خودمان ان شاء الله صاحبی یعنی که معلومات خوب برای زنهای گینکولوگ، برای زنهای چی میگن دکتر در شهر غریبی هستند. ویدیو را پول تماشا کنیم، التماس با دقت باشه. خدا نگهدار. ویدیو را پول تماشا کنیم. سلام درود به پایان دوستان عزیز، چون همیشه با شما هستم بابا جان. خدا نگهبان تو باشه که اولش پروردگار و شما هستی که چقدر ما نیازمندا را مقصد کمک میکنیم و یاری خدا از شما سبب میشه. الحمدلله پیشتر بیات نشون شدیم. دوستان مثل همیشه من همه وقت حرکت میکنم که برای مهاجران، برای برادران و خواهران غریب حرکت کنیم که ان شاء الله برای فایدهشون رکلام کنیم. برای ما فرق نداره اگر در همین یک کوچه 10 تا دختری دندان باشه، 10 تا دختری زنکی باشه، 10 تا دختری خیروک باشه، هر یک کدامش رکلام میکنم و الله قسم که به پول و کدام خاطر به خاطر که از ایش بینه نرخ قیمت را در ایش برای خشتوبی یک فایده به همه مردم غریب برسد. دوستان عزیز ما مترو کتل که برای کسالای زنانه مقصد رکلام کردیم. این خواهرم من رکلام کرده بودم در مترو لوبلینا. گوش کنید با دقت، برادرایی که خواهر و مادر همین مقصد عورتاتون در همین جا هستن مسکو میتونید کدمش اگر حامله داره برای در قید گرفتن به همین رقمای در روی اکران هستن ان شاء الله با همین زنگ بزنن. باز یک چند نشونتون میدیم. جور است که کلام میتوزی یعنی که مت کلینیک اویتسینا میگن. مت کلینیک اویتسینا همین رقمای میمونم 926 860 686 926 686 57 70 یعنی که این همه ویزیت که شونه این ایست بیو کامیرا کنم. در اینجا چیکار میکنن برادر عزیز؟ اینجا میکنن پیش بیو. این اینجا اوزی میکنن یعنی که مردها و زنها را میکنن اوزی یعنی که برای حامله دار بودن، برای گرده درد، جگر درد یعنی که خواهرها هستن یعنی شرایطشون خوب هستن. یه خدم کامیرا کنم که انسان کامیرا کردن نتونست. خلاصه از اینکه کامیرا چی کمک ترمز. خلاصه دوستان عزیز یعنی که همین چیست قشلاقی میکنم. بفهمید که من ابیش نمیگیرم، شک مونتاژ من ندارم یگون یاردم چی. خلاصه از اینکه اینجا میمونن سوزاندورو میگذارن. این اینجا جودران سوزاندورو میگذارن. اجازه اجدان شوی مقصد این ساعت یعنی که اینفورماسیون همش افیشال نه. این اینجا تلویزیون یعنی برنامه جا تلفن را قبول میکنن. اینا کسی که نبودونه مقصد این ویزیت که هاشون حاضر ما میمونم همین چیسته بخ چی میگم با کوچگی بفهمونید این رقمشون با همین رقم 57 70 تلفن کنید ان شاء الله 24 ساعت خواهر در خدمت. یعنی که امکانیتی برای زن یک برادری خودمون زن تاجیک خودمون الحمدلله اجازه در کامera نشان دادن نیست یعنی که نمیخوان. برای خواهر خصوصا برای خواهرها و مادرجان در قید میگیرن زنهای حامله دار آنالیز میسپرن، آنالیز خون و مقصد همه طرفه در همینجا هستن. به هم خاطر ان شاء الله بیای 24 ساعت در خدمتن. این جای سوزان گذرونی سوزان دارو بسیار کردم. چیست برای شما چیست تاجیکی در خدمت. فوراتو با ازبکی گام میزنن، فوراتو مقصد با تاجیکی گام میزنن، فوراتو با ارسی گام میزنن. بیای ان شاء الله خواهرها در خدمتن. خیلی نشانشون تو مقصد چه با قید میگیرن، چه تلفن را جواب می در این شهر غربی خیلی قینه. الحمدلله که هستن خواهرها یعنی که مادرایی که خواندن در وقتش میان در خدمتن. وقتی که ما میگیم که دوستان عزیز خواهرها را بمونه بخونن معنی یا نداره که سرشلیچ کنه بخونن. خصوصا من یکی در دوزندگی یکی در همین دختری همه وقت حرکت کنه که خواهرها و مادرها و دخترای خودمون بخونن. با کدام خاطر وقتی اویله من بیمار میشه و بانیستش میبرم میخوام که همه یک زنک اوزی کنه، همه یک زنک اپیراسه کنه، همه یک زنک سوزاندارو بگذارن. برای سوزان گذرون کردن یعنی که زنک در کاره همون زنکی که میگذارن همه هم خواهر یک از دیگه. چرا خواهر وای برا میفورد که زنک تر اوزی کنه، میفورد زنک اوزی کنه، تر میفورد زنک چی میگن رو بگذارن او کولش کنه میفورد که زنک ابسولوژی نکنه. همه خواهر یک از به هم خاطر حرکت کنه که همه خواهرها و مادران بخونن.
این میگن چی تربیه از خواجگی سر میشه. وقتی دختر به معنی باشه، دختر مقصد تربیه خوب داشته باشه، در همون جرم بخونه، نه یا بچه غمش میتیه، نه یک مقصد دینا و دلا و همون بدبختایی که نسبت خواهر و یک کس گپ خبر زیادی دارن. دوستان عزیز هیچ کار کردنش فقط تربیه ساز بعد بمونی بخونه. و الله قسم من میخوام که زنی مسلمان، زنی تاجیک یعنی علم داشته باشه، علمی طب، علمی دوزندگی. اگر که زن علم داشته باشه وقتی فرزند بعد دنیا که میآید همه تربیه کردن میتواند، یعنی فرزند ایت سالی میشه ان شاء الله. زنکای هستن همه ماشاءالله میخونن، مقصد زنکای هستن که قاری قرآن هستن، بابایا کاری ندارم ان شاء الله، نه که اما باید تیپ داشته باشیم، باید بالنیسه موبالنیسه تاجیک، زنی تاجیک داشته باشه. مثل خصوصا در این مسکو، خصوصا در تاجیکستان که وقتی میبری التماس اکه زنک بیا کورس که برای قمیچی اویلا ما خواهر من نبینه، بخوای قمیچی اویلا و خواهر من نبینه یک کس باید خواهرو بخونن که با یک زن یک مسلمان، زن یک مسلمان تاجیک خدمت ان شاء الله خدمت رسونی که با هم خاطر دوستان میتونی بدیل پول بیای مترو لوبلینو ان شاء الله. پول من آدرس شده همین اکران می نویسم، آدرس شم می نویسم ان شاء الله. رقم التماس خواهش میکنم کدامتی مشکلی داره به همون خاطر زنگ بزنید، یعنی که فقط برای ایجا مردا سوزن گذرانی میشه بگه، یا که اوزی استالنیوش فقط برای زنها هستن. خواهش میکنم فقط کدومی که زنهاتون بیمارن که خدا شوشمتی خواهر و مادر و بیمارن همه یا زنگ بزنید، به معنی زنگ نزنید. برای این خواهرم بعد ساعت 6 یا 5 ای کار میبره، از زندگی داره، فرزند دارن، شوهر دارن، به معنی زنگ نزنید. خواهر یک کس خواهر خدمت بدونید. باقی در امان خدا از هر یک خدمت خواهش میکنم که همین ویدیو را پهن کنید تا دیگران ببینن، تو خواهر و مادر تاجیک در همین شهر غربی و بفهمه که در فلان مترو خواهرای دختر هستن، مقصد گینیکولوگای خوب هستن ان شاء الله، بیان در خدمت خلق مسلمان و تاجیک باشن. باقی در امان خدا الحمدلله باوری دارم که ویدیوهای من همه وقت چی میگن چیست با هم قشلاقی همین پرامویان میدونم ان شاء الله، هم پرسماتر میگیرن، هم یک فایده برای خلق مسلمان و تاجیک خدمت در شهر غربی میرسه. باقی در امان خدا. السلام علیکم.